این داروها برای بابامه، اینا رو میخوام. سلام عزیزم. اما ببینم پولاتو. این پول که اندازه پول داروهات نیست، خیلی کمتره. امروز نتونستم کار کنم، اگه میشه بعدم بیام پولشو بدم. اما منم اینجا کار میکنم، کاری از دستم بر نمیاد. اما تو رو خدا بذار بعدم پولشو بیارم، بابام به این داروها نیاز داره. شرمندم، نمیتونم. به خدا خیلی حالش بده، تو رو خدا. بیام، اینم داروهای بابا. اما پس پولش چی؟ حساب شده. حال از شما درد نکنه. این شیر خوشی هم به خودم میدین. داداش دم غیرتت کم، دیدم چیکار کردی. من؟ دمت کرد. هلو سلام. خوبی؟ فدای تو بشم. سر کار. باشه. شیر خشک فقط. حال بچه چطوره؟ الان میگیرمت، قربونت برم، میگیرم. فعلا خداحافظ. اون بچه باز اونجا بساط کرده. من به این بی پدر مادر 100 بار گفتم اونجا بساط نکن. برو جلوش. اوی به درد نخور، من نگفتم اینجا بساط نکن. چیزی نگوه. جمع کن اینم. جمع کن اینم. من بهت نگفتم اینجا بساط نکن ها. ای تو پدر مادر نداری؟ اما تو رو خدا بابام مریضه، میخوام براش دارو بخرم. من شما رو خونه تو میدم. بس موسم کو میدم. وجدانت کجا رفته؟ شاید واقعا باباش مریضه. بنده اونجا با تو چقدر ساده ای. اینا خیلی افخطن. اینا تهش پول مواد پدر مادرش رو بتونن تامین کنن. مریض چیه بابا؟ قرص چیه؟ بشین بریم. چی بگم والا؟ بشین بابا. آقا با شما. جانم. ببخش. چقدر شد؟ قابلی نداره. همش یه چیز خوب نی تلاشم ولی به کوب نی می نویسم هدفای جولیست که میگی یه دقیقه ندارم دور ریس